سلام به همه دوستان، ارادت هادی معصومی هستم و خیلی خوشحالم که اولین ویدیو چنل رو با شما عزیزان به اشتراک میذارم. اینجا قراره در کنار هم یاد بگیریم چطور به یک تریدر سوده تبدیل بشیم. بخوام یه رزومه شخصی از خودم خدمت شما عزیزان عرض کنم، باید بگم که من فارغ التحصیل رشته حسابداری تو مقطع کارشناسی هستم و حدود 5 ساله که در بازارهای مالی فعالم. هدفم از ایجاد این چنل در وهله اول انتقال تجربیاتم به شما عزیزان بود و در وهله دوم ایجاد یک درآمد غیر فعال برای خودم بود که قطعا راجع به لزوم اینکه یک تریدر چرا باید درآمد غیر فعال داشته باشه یک ویدیو درست میکنم و با هم نقد و بررسی میکنیم. امروز قرار استراتژی استاد پورصمدی رو با هم کار کنیم و چند نکته بهش اضافه کنیم تا وین ریت ما رو افزایش بده. خب اگه موافق باشید بریم سراغ اسلایدها. فقط یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید. بریم سراغ اسلایدها. خب بریم سراغ استراتژی اسپی تو لگ و ببینیم ماهیت این استراتژی بر چه اساسه و چه شرایطی لازمه تا ما وین ریتمون رو بر اساس این استراتژی افزایش بدیم. اسپی تو لگ از دو بخشه، اسپی و تو ال تشکیل شده که اسپی مخفف اسپایکه و تو ال اشاره به لگ دوم در اسپایک داره. حالا اسپایک چی هست؟ در پراکس اکشن به حرکت شارپی قیمت اسپایک میگن. معمولا ما بعد از یک فشردگی قیمت تو تریدینگ رنج ها یا در قالب الگوها با ورود معامله گرا یه حرکت شارپی داریم که اون حرکت رو اسپایک در نظر میگیریم. حالا تو چارت بررسی میکنیم. تو ال لگ دوم اسپایک که به اندازه عرض قیمتی اسپایک حرکت میکنه و احتمال رخداد بالایی داره. خب ما برای اینکه از استراتژی اسپی تو ال استفاده کنیم نیاز به چند شرط داریم. شرط اول ما اینه که اسپایک اتفاق افتاده باشه. اونم هر اسپایکی نه. حالا با هم بررسی میکنیم. اسپایکی که کندل هاش نباید با هم همپوشانی داشته باشن و اصطلاحاً این اسپایک باید پی گپ یا پرایس گپ داشته باشه و اتفاق افتاده باشه درونش. خب چه تایمایی تو مارکت اسپایک زده میشه؟ سایکل قبلی بازار تکمیل شده باشه. ما در مارکت یه سایکل کلی داریم که متشکل از اسپایک، کانال و تریدینگ رنجه. وقتی که این سایکل کامل میشه و ما در مرحله تریدینگ رنجیم میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که اسپایک جدید اتفاق بیفته. زمان دوم که احتمال اسپایک وجود داره فشردگی قیمت در قالب الگوها وجود داشته باشه، مثل الگوی مثلث، مثل فلاگ یا الگوهای دیگه. سومین شرایطی که ایجاد میکنه ما انتظار اسپایک رو داشته باشیم دلایل فاندامنتالیه، مثل اخبار مربوط به نرخ‌های اقتصادی که اونم حالا بررسیش میکنیم. خب برسیم به اسپایک. اول از همه این کندل رو ببینید. این کندل فول بادی کندلیه که ما بهش اصطلاحاً میگیم کندل اسپایک که بعد از شکست محدوده فشردگی یا محدوده رنج اتفاق میفته. خب بذارید من اینو رو پاک کنم. خب شرط اول ما این بود که اسپایک اتفاق افتاده باشه، یعنی بعد از این محدوده فشردگی اسپایک اتفاق افتاده باشه. شرط دوم این بود که همپوشانی وجود نداشته باشه. همپوشانی یعنی چی؟ یعنی کندل های قبل و بعدش با شادوهای خودشون نیومده باشن بدنه فول بادی این کندل رو پر کرده باشن. اینجا عملا با همپوشانی که این شادوها ایجاد کردن ما این اسپایک رو تو اولویت خودمون قرار نمیدیم. چرا؟ چون وقتی که همپوشانی ایجاد میشه عملا ما در تایم فریم پایینتر، اگر این همپوشانی در تایم فریم 5 دقیقه باشه ما در تایم فریم 1 دقیقه عملا یک کانال صعودی داریم که اصلاح داده حرکت کرده، اصلاح داده حرکت کرده. پس عملا این اسپایک برای ما اولویت نداره. دو اسپایک دیگه که اینجا داریم و یه تفاوت کوچیک با هم دارن اینه که شرط دوم و جفتشون دارن، شرط سوم که پی گپ بود رو اینجا جفتشون دارن که پی گپ اتفاق افتاده. تفاوتشون چیه؟ بعد از شکست محدوده تو این نقطه پی گپ اتفاق افتاده، ولی تو این اسپایک بعد از شکست محدوده کندل بعد تشکیل شده و بعد پی گپ اتفاق افتاده. شما میتونید این دوتا رو به گفته استاد پورصمدی دوتا استراتژی متفاوت در نظر بگیرید، ولی اگر این کارو بکنید باید دوتا بک تست متفاوت از هم بگیرید و ببینید که بازده کدوم بهتره، وین ریت کدوم بالاتره و سناریوهای مختلف رو بررسی کنیم. من عذرخواهی میکنم اگه توپق میزنم چون ویدیو رو نمیخوام قطع کنم که بینش فاصله بیفته. خب ما 3 تا شرط داشتیم. شرط اول اسپایک زده باشه، همپوشانی وجود نداشته باشه و پی گپ داشته باشیم. خب بعد از اینکه این 3 شرط برای ما اتفاق افتاد ما باید دنبال نقطه ورود بگردیم. نقطه ورود ما تو این استراتژی بر چه اساسه؟ ما تو این استراتژی میتونیم بر اساس لیمیت ها وارد بشیم.
میتونیم دستی وارد بشیم، ولی وقتی که دستی وارد بشیم ریسکمون رو میبره بالاتر. ما بعد از اینکه اسپایک اتفاق افتاد با کندل آخر اسپایک که عملا بعد از پی گپ میایم تو این نقطه پایین شادو، یعنی تو لو این کندل یه لیمیت بای قرار میدیم که با کندل پول بک کندلی این لیمیت ما فعال میشه. خب همونطور که میبینید اینجا فعال نشده. وقتی که این اتفاق میفته و فعال نمیشه، ما اجازه داریم این لیمیت رو از این نقطه برداشته و بیاریم بذاریم زیر کندل بعدی. وقتی که میذاریم اینجا با اولین کندل برگشتی و عملا پول بک براکس اکشنی ما وارد معامله میشیم. پس نقطه ورود ما میشه اینجا. حد ضرر ما کجاست؟ قبل از کندل شروع، یعنی قبل از کندل شروع اسپایک حد ضرر خودمون رو در نظر میگیریم و ماهیت این استراتژی بر اساس RBR 1، یعنی ریسک به ریوارد 1 و تارگت 1 رو ما در نظر میگیریم که خیلی راحت به ما میره. خب حالا یه استراتژی دیگه بود که استاد پورصمدی بهش اشاره کرد که آقا اگر ما لیمیت رو اینجا قرار دادیم و این معامله ما فعال شد، ولی به جای اینکه این کندل رو همجهت با روند حرکت کنن، اول بیان پایین و عملا بر اصلاح به ما بدن. خب این استراتژی که استاد به اسم X2 ازش یاد کرد بر چه اساسه؟ بر اساس اینه که ما میتونیم این پی گپ رو، یعنی از نقطه ورود تا نقطه شروع که پی گپ دوش اتفاق افتاده در نظر بگیریم و میانگین این رو به عنوان یه محدوده قیمتی در نظر بگیریم که اگر قیمت بهش رسید میتونیم وارد معامله بشیم. بر چه اساسی؟ این محدوده پی گپ که دارید میبینید متشکل از یه تعداد زیادی اوردره که با رد شدن قیمت حالا باز که میشه یه سری معامله‌گر دیگه میان بر این اساس معامله فعال میکنن، میگن آقا اگر اصلاح قیمت رسید به این محدوده ما وارد معامله میشیم. نحوه ورود چیه؟ شما میانگین این محدوده رو در نظر میگیری، حالا با لیمیت یا دستی وارد معامله میشید. حجم 2 برابر حجم استراتژی قبله و اسلت هم همون جای قبلی میذاری قبل از شروع اسپایک و تارگتت هم همون تارگت یک استراتژی قبله، ولی اینجا بهت چون نقطه ورود بهینه تری داری ریواند 4 رو میده که حالا این استراتژی رو بعداً با هم بررسی میکنیم و اینجا فعلا باهاش کاری نداریم چون فشار روانی ایجاد میکنه و ذهن شما رو از استراتژی اول دور میکنه. خب بریم رو چارت یه تعداد مثال رو با هم کار کنیم تا درک بهتری پیدا کنیم از این استراتژی. یه لحظه من چارت رو باز کنم. خب دوستان بیاید روی چارت یه چند تا مثال رو با هم کار کنیم. چارت طلا تایم فریم 1 دقیقه از 19 آگوست شروع کنیم. این 3 روز معاملاتی تا 21 آگوست رو با هم بررسی کنیم و بعدش یه سری نکته به استراتژیمون اضافه کنیم، یه سری فیلترها رو در نظر بگیریم و چند روز آیندهش رو با توجه به اون فیلترها و نکات بررسی کنیم. پس ما از 19 آگوست تا 21 آگوست رو بررسی میکنیم. فقط دوستان من تمام سشن ها رو بررسی میکنم، لطفا شما وقتی که دارید بک تست میگیرید اون سشنی که کار میکنید رو فقط بررسی کنید. حالا به موضوع بک تست و نکات بک تست هم میرسیم. استراتژی ما 3 تا بخش داشت. بخش اول اسپایک زده شده باشه، بخش دوم همپوشانی نداشته باشن و بخش سوم پی گپ اتفاق افتاده باشه. اولا وقتی همپوشانی نباشه پی گپ اتفاق افتاده، پس این دو نکته دقیقاً نقطه مقابل همه. خب بریم شروع کنیم. خب روز قبلش سشن نیویورک یه روند نزولی داشته. ببینم نه بله یه روند نزولی داشته، اومده در پایان روز یه محدوده رنجی رو تشکیل داده که به روز بعد ادامه پیدا کرده، تا روز بعد ادامه پیدا کرده. اینجا عملا سشن استرالیاست و عملا ما ایرانی‌ها خوابیم. خب میایم اینجا شرط اولمون رو که داره اسپایک زده شده، هم پوشانی نداره، پی گپ هم داره، پس عملا ما اجازه ورود داریم. نقطه ورود ما کجا میشه؟ دقیقاً لو این کندل میشه که به صورت لیمیت قرار میدیم و با برگشت این کندل قرمز لیمیت ما فعال میشه. حد ضرر ما کجاست؟ دقیقاً پشت کندل شروع کننده.
تارگت یک ما هم که اتوماتیک در نظر گرفته شده و طی چند کندل تارگت ما رو میده. تعداد کندل ها که میبینید زیاده به این دلیله که تایم فریم 1 دقیقه است و هر کدوم از این کندل ها 1 دقیقه. خب استراتژی دوم که 2x بود میتونید اینجا در نظر بگیرید و تو محدوده میانگین که من با نیم مشخص کردم وارد معامله بشید که عملا اینجا فعال میشه. میتونید به صورت لیمیت یا دستی وارد بشید. حد ضرر همون حد ضرر قبلی، تارگتمون هم تارگت قبلی که عملا ریسک ریوارد 1 به 4 به شما رو میده که حالا فعلا اینو بذاریم کنار. به استراتژی اول برگردیم. دوباره میاد اینجا. من فست اسکلپ ها رو فعلا مثال نمیزنم. خب اینجا کندل اول اتفاق افتاده، کندل دوم اتفاق افتاده، ولی چون همپوشانی داره و ما اینجا ورود نمیکنیم، میاد دوباره یه اصلاح به ما میده. کندل اول اتفاق افتاده، کندل دوم و کندل سوم. ما لیمیتمون اینجا قرار میدیم ولی فعال نمیشه. تکونش میدیم میاریم توی لو کندل بعدی قرار میدیم که فعال میشه با این کندل سوم که قرمز است و عملا ما وارد معامله میشیم که تیپی یک به یک ما رو داده و بعد برگشته. خب میایم اینجا. کندل اول تشکیل شده، کندل اسپایک تشکیل شده و کندل سوم. ما با لیمیت دقیقا توی این نقطه وارد میشیم و تارگت ما رو داده. دوباره بریم جلوتر. اینجا میتونیم وارد بشیم. یه لحظه بذارید. اول نقطه‌ای که میتونیم ورود کنیم اینجاست که کندل اول کندل اسپایک و کندل سوم، ولی چون همپوشانی دارن من واردش نمیشم چون قبلش هم پشتش هم یه فشردگی قیمت هستش. خب میایم جلوتر. کندل اول کندل دوم میتونیم اینجا وارد معامله بشیم و تو لو این لیمیت خودمون رو قرار بدیم و وارد معامله بشیم که فعال نمیشه، جابجا میکنیم، فعال نمیشه، جابجا میکنیم، فعال نمیشه، جابجا میکنیم و عملا اینجا فعال میشه. ولی خب یه نکته‌ای هست، ارز این خیلی زیاد شده، اونم بعد از اینکه 2 لگ صعودی زده و احتمال استل خوردن ما بالا میره. ما حالا فعالش میکنیم. یه لحظه. با این موضوع که SLتون بیاد تاچ بشه و حد ضرر بخورید باید کنار بیاد، چون حد ضرر بخشی از این مارکته و شما فقط باید با روانشناسی معامله‌گری احساسات خودتون رو وقتی که حد ضررتون تاچ میشه کنترل کنید و به دنبال انتقام گرفتن از بازار نرید. من یه لحظه شارژ شدم. بعد تو رو بس کنم. بریم سراغ مثالای دیگه. خب بعد از اینکه اینجا حد ضرر ما خورد و عملا دیدگاه ما از صعودی برداشته میشه، میایم اینجا و سویچ میشیم رو دیدگاه نزولی و به دنبال موقعیت‌های سل میگردیم. خب کندل اول اینجا یه اسپایک زده شده، کندل دوم ولی خب چون همپوشانی داره برای ما اهمیتی نداره و واردش نمیشیم. تارگت هم داده ولی خب ما فیلتر استراتژیمون به این شکل. خب میایم اینجا کندل اول، کندل دوم که بادی خوبی هم داره و کندل سوم. عملا اینجا وارد میشیم و نوش جونمون SLمون برای دومین بار تاچ میشه. خب بیایم جلوتر. اسپایک زده شده، کندل اول، کندل دوم PDF خوبی هم وجود داره، کندل سوم و عملا توی های این کندل میتونیم لیمیت خودمون رو قرار بدیم که فعال نمیشه، جابجا میکنیم به این نقطه، فعال نمیشه و جابجا میکنیم به این نقطه. خیلی فاصله زیاد شد، من خودم ورود نمیکنم ولی خب اینجا داریم بررسی میکنیم. لیمیت ما فعال میشه. ببینم عملا TP نمیشه گفت داد چون دقیقا پایان سشن نیویورک هم هستش، ولی خب اگه یکم SLمون رو بخوایم کوچیک‌تر در نظر بگیریم TP یک ما رو میده و این درسته چون فاصله خیلی عریض بود. خب این روز سوم که 20 آگوسته، اینجا دیگه فست اسکلپ ها رو من در نظر میگیرم. خب ببینید در روز قبلی محدوده رنج تشکیل شده، میاد تا روز بعد، درسته؟ ما محدوده رنج کاری نداریم. میایم اینجا اسپایک اتفاق افتاده ببینید، ولی خب توی محدوده رنجیم قبلش
و عملا با این من وارد نمیشم، ولی اسپایک اتفاق افتاده و تارگت هم داده ولی من وارد نمیشم. کندل اول، کندل دوم، کندل سوم، تو لو این میتونیم لیمیت رو قرار بدیم، ولی خب چون سقف تریدینگ رنجه، ببینید بذارید اول من لیمیت رو قرار بدم که با اون با شادو این کندل فعال میشه و سود ما رو میده، ولی خب سقف تریدینگ رنج من خودم ورود نمیکنم تا وقتی که این سقف شکسته نشه. پس بذارید اینو عملا پاک کنم. موقعیت بعدی کندل اول، کندل دوم، کندل سوم که عملا با شادو همپوشانی ایجاد شده و من وارد نمیشم. دوباره میایم جلوتر صبر میکنیم اینجا کندل اول، کندل دوم و کندل سوم میتونیم اینجا وارد بشیم و شادو با این کندل قرمز فعال میشه و SL میخوریم. حالا دلیل SLش هم بعدا بررسی میکنیم. دوباره اینجا یه محدوده است. بله اینم که یه فیک بریک بود میاد اینجا کندل اول، کندل دوم، میتونیم اینجا وارد معامله بشیم. چرا اینجا داخل رنج وارد شدیم؟ چون رنج قبلی رو شکسته بود و تعداد کندل هایی که تشکیل شده کمتر از 20 تا. معمولا رنج هایی که تعداد کندل پایین دارن احتمالاً همجهت با روند قبلی شکسته بشن که تارگت ما رو هم داده. میاد این محدوده رنج ادامه پیدا میکنه تا اینجا، میاد اینجا یه اسپایک میزنه که همپوشانی داره، من باش وارد نمیشم. میاد جلوتر کندل اول، کندل دوم، کندل سوم و عملا ما میتونیم اینجا لیمیتمون رو قرار بدیم که وارد معامله بشیم که فعال نمیشه. میایم زیر این کندل بازم فعال نمیشه. عملا ما اینجا از روند جا موندیم. اشکالی هم نداره، بعدا بهتون میگم. بذارید اینو یه خط من بندازم، یعنی یه لحظه محدوده رو مشخص کنم، در آینده بهش میرسیم. ستیم. خب ما اینجا جا موندیم از روند، به ما نقطه ورود نداد، وارد معامله نشدیم. میایم جلوتر. دوباره بعد از اسپایک وارد یه محدوده کانال شده که اگه بخوایم در نظر بگیریم به این شکله که اینجا با شکست کانال وارد یه محدوده رنج شده، عملا تبدیل به یه محدوده رنج شده. بذارید پاک کنم. الان رنج شده. حالا ما تا وقتی که این شکست اتفاق نیفتاده اجازه ورود داریم. به چه شکل؟ میاد بعد از اصلاح کندل اول، کندل دوم، ما اینجا اجازه ورود داریم. اینجا لیمیتمون رو قرار میدیم که با این کندل فعال نمیشه، میره توی برگشت با این کندل فعال میشه، با این کندل قرمز. البته اگه پاک نکرده باشید دیگه، چون فاصله زیادیه، اینجا فعال میشه و تو کندل بعدی تارگت شما رو میده. دوباره بخوایم اینجا وقتی فشاردگی خیلی زیاد شد و این نوسان دارید و منطقی نیست وارد بشید، ولی خب موقعیت ورود داده که دقیقا تو سقف تریدینگ رنج و من پیشنهاد میکنم وارد نشید. خب بریم جلوتر. اینم 21 آگوست روز آخریه که این سبک داریم در نظر میگیریم. روز قبل یه محدوده رنجی داشتیم که تا آخر شب هم ادامه پیدا کرد. توی این محدوده رنج هم با سایکل های مختلف رو داشتیم، اسپایک، کانال، رنج، دوباره اسپایک، رنج، مستقیم وارد رنج شده، دوباره اسپایک تو محدوده رنج، که میتونید اینا رو تو ظرف فصل اسکلپ وارد بشید که من الان بهتون پیشنهاد میکنم. دو روز بعد یه روند نزولی رو مارکت در پیش میگیره با های و لو زدن های پایینتر. ببینید سقف های پایینتر. خب بعد دو سه تا سقف ما دیگه به این نتیجه میرسیم که روند نزولیه دیگه. میایم خب دنبال موقعیت سل میگردیم. اولین موقعیت، حالا ما اینا رو در نظر نمیگیرم چون هنوز نتیجه نگرفتیم که روند بازار به چه شکله. میاد اینجا کندل اول، کندل دوم و کندل سوم، اسپایک اتفاق افتاده، پی گپ داریم، نقطه ورود میاد لو این های این کندل میشه که با کندل بعدی عملا فعال میشه
که تیپی یک شما داده. دوباره کندل اول بین بار، کندل دوم اینجا میتونید فعال بشید. نقطه درست اینجاست که فعال میشه. دوباره میاد یه اصلاح میده. تو اصلاح اسپایک داریم همینجا، کندل اول، کندل اسپایک، کندل سوم، دوباره اینجا یه اسپایک داریم که من چون خلاف جهت دیدگاه منه واردش نمیشم، چون دیدگاه نزولی داشتم از اول مارکت. میاد یه اسپایک اینجا داریم، کندل اول، کندل دوم، کندل سوم. ولی خب اینجا عملا ما چون همپوشانی داشتیم برای ما قابل اعتماد نیست. میایم جلوتر، کندل اول، کندل دوم، کندل سوم، تمام شرایط رو داره وارد میشیم. ولی خب چون توی یه محدوده رنجیم استل ما تاچ میشه. ببینید این یه محدوده رنجه. خب دوباره میاد بالا، اینجا یه اسپایک داریم، دوباره اینجا یه اسپایک داریم، کندل اول، کندل دوم که پیک اپ داره و کندل سوم. چون لو رو اول اینجا قرار میدید که درست با شادوی این کندل وارد میشه و تارگت 1 و 2 تون هم داده. دوباره بریم جلوتر. اینجا ببینم، اینجا میتونید وارد بشید. این دیگه فست اسکلپه. خب بریم جلوتر. میاد اینجا اسپایک زده شده ولی همپوشانی وجود داره. میاد اینجا دوباره یه محدوده رنجه. عملا با این شکسته میشه. به لحظه با این اسپایک شکسته میشه. کندل اول، کندل دوم، کندل سوم. اینجا به ما نقطه ورود داده. ما اینجا میتونیم وارد بشیم. این دقیقاً این نقطه چیه؟ حالا بیشتر راجعش حرف میزنیم. اول بذارید دیدگاه سلمون رو راجعش حرف بزنیم. شما میتونید اینجا وارد بشید. عملاً طبق قوانین استراتژی شما میتونید اینجا وارد شید و اسلتون اینجاست. ولی خیلی عریضه. من خودم اینجا رو وارد نمیشم. خب برگردیم به عقب یه لحظه. یادتونه اینجا یه موقعیت داشتیم که ازش جا موندیم و من این پیک اپ اینا علامت گذاشتم. رفته سایکل های مختلف رو تشکیل داده مارکت و برگشته به این نقطه ورود. واکنش نشون داده به این نقطه ورود. یه فیک بریک اوت زده و برگشته به روند اصلی. این که به چه شکل تو این نقطه معامله کنید باید بک تست بگیرید. من نمیتونم بهتون چیزی پیشنهاد بدم چون من کاری که میکنم متفاوت با کاریه که شما میکنید و دیدگاه شما قطعا متفاوته. وقتی که فیک بریک اوت اتفاق میفته و میاد بالا و ما دیدگاهمون دیگه سعودیه. کندل اول، کندل دوم، کندل سوم اینجا فعال میشه. تیپی یک ما رو نداده و مارکت دقیقاً وقتی که دیگه تیپی ما رو نداده ولی اس ال مون هم نزده. خب قطعا دیگه وقتی که برمیگرده پایین، اصلا ما بگیم اینجا شما یه بار دیگه هم وارد معامله شدید، اینجا نشده باشید دیگه اینجا بار روانی ایجاد کرده که شما وارد شدید. دیگه میتونید توی این سقف تریدینگ رنج خارج بشید. خب